ما BNPL رو انداختیم، اعتبار سنجی رو انداختیم تو این صنعت، مانی کالکشن، مدیریت نوکول، صنعت خود شرکتی برام درگیر نکردیم. فقط گفتیم آقا ما کل حق بیمه رو به تو 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 10 ماه بعد میدیم، عوضش به یوزر 3 ماه، 6 ماه، 10 ماه، 12 ماه بیمه رو میدیم. تو قرن 21 توی نظام‌های مالی پیچیده‌ای که ول سافیستیکیتد، یعنی به نحو متناسب و بردی در واقع پیچیده هستش، ما با این روبرو هستیم که برخورد در واقع 0 و 1. این باعث شد خیلی از شرکت‌های بیمه که تارگت اون هم نبودن به ما زنگ می‌زدن آقا تو رو خدا ما رو بیار پایین. قطعا دوستان در بیمه مرکزی خواهند گفتش که ما مر قانون عمل کردیم، درستم هست. من یه مثالی میخوام براتون بزنم. مهمترین اصل پیشرفت اقتصادی کسب و کار پیش بینی پذیریه. اگر ما از حضرت عالی انتظاری داریم من باب جور کشیدن بابت ترک فعل دیگرانه. یعنی اگر این لطفو بکنید خیلی ازتون ممنون میشیم.